دوباره جون. اوه محمد آقا کجا بودی؟ عبدالله. عبدالله کجایه؟ خب چی میخوای؟ آب سیبیل؟ آب سیب؟ آب سیب برو مغازه بغلی بگیر. ما که آب سیب نداریم که، آب تنباکو داریم فقط. ای کسخرنه، مغازه بغلی ها، من آب سیبیل ندارم که. آب سیب فقط مغازه بغلی یا مغازه فرهاد باید بری. آمدی تو دخانیاتی ها میخندی؟ دریوس لساش به من نشان بده. حرکت اولیش ندیدی، دم در دستت. آره دست میزنه، این هم مال کسخوری گیر آورده. محمد وود کجا بودی؟ انباری چی کار میکردی؟ کیه وود میکردی؟ فرشیدو؟ فرشید که لاشیه دیگه. فرهاد چی؟ انباری؟ چی کارش کردی؟ اه؟ چجوریه وود؟ گیر کرد سوزنش. نه این خجالت حالیش نمیشه دیوس. خدا ترسید. خب برو دیگه محمد، برو مغازه بغلی، برو. سلام.